سلام بچه ها، امیدوارم کارتون خوب باشه. من رایان هستم، همون جفی. امروز به خودم گفتم که بیام یه ویدیو در مورد پرکا واسهتون بسازم که پرکا چی کار میکنم و رو چه گانهایی درست کنم، رو چه گانهایی چه پرکایی بذاریم، مثلا چه دستایی. خب از اینجا با KRM شروع میکنیم. رو KRM یه لانگ بیل حتما بذارین. میتونین فسیلیتیس هم حتما بذارین، میتونین رنج بذارین. این دوتا دل بخواهیه، من خودم رنج رو پیشنهاد میکنم. میتونیم پرک رنج هم کنار فسیلیتیس و لانگ بیل بذارین، یا اون پیج بازو که کارش اکروسی و ریکویل رو میگیره. یه چیز دیگه، اگه مثلا چند تا تیر بزنین، اسلاید بزنین، لانگ بیل لژند داشته باشین، ریلود میشه کارتون خود به خود. بعد خب این کاری بود که لانگ بیل لژند میکنه واسهتون، اینه که درصد وان شاتش میاره بالاتر و اینکه خود به خود ریلود هم میکنه واسهتون. میریم سراغ گان بعدی. اینجا هم چون ازش موومنت میزدم، خواستم تست کنم. و خب اسالت، رو اسالت ما میتونیم یه پرک اکسند مک ریکویل با رنج بشینیم. من خودم این ستا رو استفاده میکنم. حالا شما میتونین به جای اون بازو یه پرکتیس شات، نمیدونم پرسیس شات چیه، اونو بچینین، یا اون یکی که اسمش یادم فعلا میاد، ببینین اسمش نمیدونم چی ریکویل، ولی من خودم اون بازو رو پیشنهاد میکنم. ولی این پرکتیس شات که الان روش انتخاب میکنم، پرکتیس شات یه کاری میکنه که کارش میکنه چیه، اینه که وقتی بیارو تیر میزه به یه انمی جلو تیر میزنه بره پشت دیوار، قرمز میشه و پشت دیوار نشون میده تو پشت زمین یه کاور باشه. تو مپ هم همینطور نشون میده. این کارشه. اینجا خواستم تست کنم من نشون میده یا نه، که نشون نمیده. میریم سراغ گان بعدی، اسنایپ. خب اسنایپ، با اسنایپ ما میتونیم پرکایی مثل فسیلیتیس و اینا برداریم که الان من اینجا فسیلیتیس خیلی مهمه واسه اونایی که مثلا اسنایپشون سنگینه. فسیلیتیس میتونم بردارم. پرک خشاب یکی از قسمت‌های مهم پرکاست واسه اسنایپ. با پرک رنج هم دل بخواهیه، میتونیم به جای رنج اون پرک اسنایپ بزنیم که آرمز عکس حالت اسنایپ داره، ولی من خودم این ستا رو استفاده میکنم. یه خاصیت دیگه هم که داره این پرک خشاب اسنایپ اینه که اگه داخل کاستوما تیراتون باگ بکنه نتونید کنید، وقتی شما چند تا تیر بزنید با اساستون نتونید رول کنید داخل کاستوما آخوندا بیاد، اسنایپ رو بگیرین دستتون و یکم دور بزنین باهاش، موومنت بزنین، خود به خود گانتون ریلود میشه، مثل همینطور که الان اینجا میبینیم از 117 ریلود شد. خب پرک 117 همین کارو میکنه. پرک خشاب 117 که نه، پرک کلن خشاب واسه هر گانی، اسالت، SMG، پرک خشاب این دوتا هم همین کارو میکنه. الان مثلا من KRM رو برمیدارم، اونم همینطور. اگه KRM رو ریلود نمی‌کنی یا چند تیر باش میزنم، یه ذره اسالت رو میگیرم دستم باش دور میزنم، تیر میزنم و الان میبینم که اینجا ریلود KRM هم به صورت خودکار. پس پرکای لژند اسنایپ و اسالت این دوتا کار رو میتونن کنن همزمان. این سراغ SMG ما پرک هیفایر خیلی مهمه. هیفایر بوست، پرک ریکویل میتونیم بندازین دل بخواهیه. من پیشنهاد میکنم به جای پرک ریکویل پرک رنج هم میتونیم بندازین. و پرک خشاب هم مهمه. اونایی که مثلا خشاب و گانو کم کردن یا میس میخوان، مثلا این میس میگن یا میخوان خشاب بیشتر داشته میتونن پرک خشاب بندازن. هیفایر و رنج خیلی مهمه. حالا بین اون پرک ریکویل و خشاب دل بخواهیه. خب یه هیفایر بوست که هیفایر رو قوی میکنه. اون پرکتیس شات که گفتم نشون میده بهتون. ریکویل همه طوری میدن، اینا اکروسی و اینا رو اضافه میکنن. الان داشتم اینجا تست میکنم برم SMG ریلود میکنه یا نه. اسنایپر که حساب لژند دیدم بله ریلود کرد. خواستم واسه با تریفت تست کنم برم ریلود میکنه، بله دوباره ریلود کرد. پس پرکای لژند این کار رو میکنم. پرک خشاب لژند هم واسه اسنایپ هم واسه اسالت و اینا SMG.
رو هر چیزی داشته باشیم. اینم خلاصه پرکا رنج که رنج بهتون میده، خیلی خوبه. اونم همه پرکا بهتون توضیح دادم چیکار میکنن روی چگونه چه پرک بردارین. خب بچه‌ها امیدوارم که این ویدیو واسه مختصر مفید باشه. اگه دوست داشتین ما رو دوستاتون معرفی کنین. خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار.